سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوام یه برد توپ بهتون معرفی کنم که باهاش بتونین چنین رباتایی رو بسازین. بردی که دارین اینجا میبینید اسمش هست ESP موتور شیلد. اوکی، ویژگی که داره اینه که یک درایور LD293 بهش متصل کردن تا شما بتونید دو تا موتور DC رو باهاش کنترل کنی یا حتی یه دونه استپر موتور دو فاز رو. اوکی، توی این قسمت خروجی پین ها رو اومده قرار داده که طوری طراحی کردن که شما میتونی بهش سرو موتور هم متصل کنی. البته به همه پایه ها نمیتونی، بهتر که دیتا شیت رو نگاه کنین. توی این قسمت هم اومده چیکار کرده؟ خروجی SPI، خروجی های UART رو اومده قرار داده و همچنین ولتاژ ورودی و GND رو گذاشته. خب این هم که کلید روشن خاموشه و توی این قسمت اومده تغذیه نود MCU و تغذیه موتور رو جدا کرده که احیانا اگر موتور شما داره جریان زیادی میکشه نویز نیافته روی ESP تون. حالا توی این قسمت ما باید برد نود MCU رو متصل کنیم، اما چه مدل برد نود MCU رو میشه به این متصل کرد رو داخل کپشن بهتون گفتم. موفق باشین. خدا نگهدار.